شده کانسیلر بزنی و یهو ببینی کانسیلرت این شکلی شده، خط خطوط افتاده و سنتو برده بالا. پس بیا بریم با هم بهت یاد بدم چجوری اینو به این تبدیل کنی. مهمترین کار جلوگیری کردن از زدن لایه‌های اضافی زیر چشمه. چرا؟ چون پوست زیر چشم خیلی نازکه. پس وقتی که داری کرم پودر میزنی باید حواست باشه که کرم پودر رو این قسمت نبری و برای کانسیلر خالی بذاری. چشمت خط و خطوط کمتر دیده بشه باید از آبرسان استفاده کنی، چون اگه زیر چشمت خشک بمونه امکان نداره که کانسیلر خوب بلند بشه زیر چشمت و خوب بخوابه روی پوستت. خوب زمان بدید تا جذب پوستت بشه و کار خودش رو انجام بده. کار اشتباهی که میدونم خیلی از آدما این کار رو انجام میدن اینه که برای اینکه بیان سیاهی دور چشمشون رو کاور کنن میان از روشن‌ترین کانسیلر استفاده میکنن. این کار اشتباهیه. حجمی هم که استفاده میکنن خیلی زیاده. کار نه تنها تیرگی و پوشش نمیده بلکه بدتر کبودم میکنه زیر چشم. اینه که اونا که سیاهی دور چشم دارن از کرکتور نارنجی استفاده بکنن. حالا اگه نداری باید کانسیلرت 1 درجه روشن‌تر از پوستت باشه یا حتی بهتره همرنگ پوستت باشه و حجمی که استفاده میکنی خیلی کنترل شده باشه. کانسیلر رو به این قسمت میزنی. اشتباه اینه که بیا کانسیلر رو با دست حتی با براش بلندش کنی. به جاش باید از یه بیوتی بلندر نمدار که آبش رو با دستمال گرفتیم استفاده و شروع به بلند کردن بکن. اگه یکم به کانسیلرت زمان بدی بعد بلندش کنی کاورش میره بالا، هم قشنگتر دیده میشه. کانسیلر باید این نقاط باشه دیگه، زیر این چشم کانسیلر رو زیاد نبریم. چرا؟ چون اکثر خط و خطوطای چشم ما درست این قسمته. پس بهتره یا اصلا اونجا کانسیلر نزنیم و با سایه پوششش بدیم یا خیلی کم اونجا کانسیلر بزنیم. این قسمت مهمترین دلیلی که چروک بیفته زیر چشمت نحوه خشک کردنشه. یا اصلا خشک نمی کنی یا درست خشک نمی کنی. تو این مرحله از اینکه زیر چشمتون رو خشک کنید این قسمت خط و خطوط بیفته و کانسیلر اونجا جمع بشه خیلی طبیعیه. ما نمیگیم که صفر میکنیم، میگیم در حد امکان میخوایم کاهشش بدیم. حتی ممکنه بعد از تمامی مراحلم تو این قسمت خط و خطوطاتون دیده بشه. حالا واسه بلدی اینو گوش بکنه تمیز برمیداریم این قسمت های خط و خطوطمون که کانسیلر پر شده باهاش تمیز میکنیم. بیوتی بلندر دوباره بلندش میکنیم. اشتباه ترین کار اینه که این حجم از پودر فیکسی که برمیداری همینجور مستقیم بزنی زیر چشمت یا حتی بکشیش. اینه پودر فیکس که زدی که دستت اضافیشو میگیری، بعد آروم از این نقطه چشش شروع میکنی پرس کردن زیر چشمت. ببین چقدر فرق میکنه. همین. امیدوارم این ویدیو به دردت بخوره و دوستش داشته باشی و برام بنویسی که دوست داری ویدیو بعدی چی یاد بگیری. بوس بهتون.